داشتیم از مشهد می‌رفتیم یه دفعه اومد بعد پیچید جلومون اومد پیچیدون تو کشیدم یه دونه یه معمولی گرفتم راحت رسیدیم به دست اندازه یه دیشیم اما میرفتیم که خیلی سرعت زیاد شد یه سرعت زیاد شد یه سرعت زیاد شد سرم رفت بودیم نمیدونه چیکار بکنه ولی دندی دارم همه داشتیم رفتیم یه من اومدم دنده کشتم داشتیم نمیرفتیم داشتیم نمیرفتیم اصلا کفی رکتن من ایستم بودم آقا چیه مگه؟ آقا چیه مگه؟ من چیکار کردم؟ میخوام گفتش که هیچی فقط واسه مدرک دست کردم که این مدرک رو درم بودم مدرک نمیخواد مدرک بیرون تو چیزی میخواد گفت نه من چیزی نمیخوام خواست من جمعی کنم خواست نمیخوام من دست کردم چیکار یهو مدرک رو درم بودم گفت این چیه؟ گفتم ویرنگن آقا یه دفعه داشتم گاز میرم داشتم میرم دیگه میرم کی خدا هر کسی رو اومدیم جلوتر یهو این چی خدای من اینجا گذاشتم خدا شو بخیر گذاشت خیلی بخیر گذاشت یهو دادم دنده سه دادم دنده چهار این چی کشیدم من بود یهو ایستاد گیره دادم دنده دادم اون نمیدونم چرا یه جلوتر کمک رو رنده من خواب بود گفتم چرا خوابی؟ گفتم چرا خوابی؟ Stop.